میخوای زود بیدار شی؟ قبل از خورشید، قبل از شلوغی، قبل از اینکه حتی گوشیت بیدار شه؟ اما هر بار که آلارم زنگ میزنه انگار یکی برات دعا گرفته، یه شیطان اظهار کرده که روحتو دوباره بکشه توی تخت. ولی اگه بهت بگم میتونی ساعت 5 صبح، 4 صبح، حتی 3 و 59 دقیقه بیدار شی بدون اینکه احساس مرگ کنی، بدون نیاز به انگیزه و در عین حال با ذهنی شفاف، بدن پر انرژی و حس تسلط داشته باشی چی؟ بریم سیستم رو از ریشه بشکافیم. این که چطور زود بیدار شی بدون اینکه حس مرگ بهت دست بده. مشکل اصلی، بیشتر آدم‌ها توی بیدار شدن زود شکست میخورن چون 3 تا اشتباه اساسی دارن. 1. برنامه خوابشون داغونه. 2. مغزشون قبل از خواب به دوپامین معتاده. 3. سیستم بیدار شدن ندارن، فقط یه قمار بیدار شدنه. زود بیدار شدن فقط بحث اراده نیست، بحث اینه که مغزتو گول بزنی وقتی هنوز احمقه، یعنی همون لحظه بیدار شدن. بیا با هم بسازیمش. سیستم ضد زامبی صبحگاهی. بخش اول، شبها رو فتح کن. پروتکل شبانه. نبرد برای صبح شب قبلش شروع میشه. مغزت یه ماشینه، باید باش مثل یه ماشین رفتار کنی. 1. قانون چرخه‌های 90 دقیقه‌ای خواب بر اساس علوم اعصاب. تو به ساعت نمیخوابی، به چرخه‌ها میخوابی. هر چرخه 90 دقیقه است. 4.5 ساعت مساوی 3 چرخه. 6 ساعت مساوی 4 چرخه. 7.5 ساعت مساوی 5 چرخه که میشه نقطه طلایی و 9 ساعت مساوی 6 چرخه، حالت بازیابی کامل. اما اگه مثلا 6 ساعت و نیم بخوابی، یعنی وسط چرخه عمیق بیدار شدی، نتیجه چی میشه؟ حس میکنی کامیون از رود رد شده. پس از زمان بیدار شدنت به عقب رو حساب کن و روی عدد کامل چرخه ها هدف بگیر. 2. خاموشی دوپامین. 30 تا 60 دقیقه قبل از خواب. مغزت باید قبل از خواب از دوپامین جدا بشه، وگرنه کیفیت خوابت نابود میشه. فرایندش اینه: 1 ساعت قبل خواب بدون صفحه نمایش، گوشی، لپتاپ، تلویزیون یا هر چیز دیجیتالی. نور آبی ملاتونین رو میکشه، پس چراغ‌ها رو کم کن. از نور زرد گرم استفاده کن، مثل یه غار. رمان بخون، کمی حرکات کششی انجام بده یا ژورنال بنویس. از هدف گذاری یا فکر کردن به مشکلات خودداری کن. نه فیلم ترسناک، نه آهنگ غم انگیز، نه فکر کردن به زندگی ساعت 2 نصف شب. با مغزت مثل بچه رفتار کن، آرومش کن، بخوابونش. 3. مکمل‌های اختیاری. میتونی از اینا استفاده کنی: منیزیم گلیسینات، دمنوش بابونه، آشواگاندا یا بادرنج بویه. آب بخور ولی نه زیاد که ساعت نصف شب بدوی و جیش داشته باشی. و اینجا یه یادآوری مهم هست: حتما قبل مصرف هر مکملی، حتی همین دمنوش‌ها، با یه متخصص مشورت کن.